با سلامی به بزرگی دردهای دل مقام عظما. بچه که بودم مریض شدم. بابام گفت اگه آمپولتو بزنی بستنی میخرم. منم آمپولمو زدم، رفت بستنی خرید، خودش خورد. گفت واسه تو خوب نیست. هیچی دیگه، تو بنبست بودم. اگه چیکم هم در میومد کتک بود، ولی هنوز داغش تو دلم هست. تو فعلا داغو نگه دار. منم سلام میکنم و جفت وارد گود استراتژی میشیم اینجا. آیه دکتر، این مقدمه به قشنگی که براتون چیدم دور زدین، فرشو زیر پای ما کشیدین، انگار ربطشو به شرایط نظام متوجه نشدین. زبونم لال، مگه شما همون ابر استراتژیستی نیستی که من تا میگفتم تا فرانکفورت میرفتی و برمیگشتی؟ ناکس بستنی نخورده و آمپول خورده رو که خب هر بسیجی مشنگی هم میفهمه که یعنی برجام، ولی تو چت میشه که میخوای منو بندازی تو این هچل. آیه دکتر، گفتین هچل، یاد ظریف مشنگ افتادم و حاجی روحانی. اینم خطای استراتژیکیه. اینا مچلن. هچل میخوای مقام عظمای ولایت رو بس. حیوونکی شده شاخص هچل. این ظریف مشنگ 10 روز آزگار بعد حاجی روحانی مون تو نیویورک همینو یک کاریش بکنه. بعد چی شد؟ 10 سال هم اگه میموند به جایی نمیرسید. مخمسه بیخدارتر از این حرف هست که ظریف مشنگ بتونه نظام از توش در بیاره. ملاقات های پشت درای بستم راگوشان نبود آقای دکتر؟ از حرفای این ور در معلومه که وقتی میرفت اون ور در چی میگفت. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهموندن که معلمه برگه شاگرده رو تصحیح میکرد، دید نوشته جواب در پشت صفحه. رفت پشت صفحه دید نوشته قربونت برم، مخلصتم، کوچیکتم، مهربون. اگه بلد بودم که همونجا می نوشتمت، آوردمت اینجا خلوت باشه بگم جان مادرت رحم کن. روشن شد یا برفستمت پشت درای بسته ملاقات کن. آره دکتر، پس اون حرفای برد و چیزای زیادی که قرار بود گیرون بیاد چی شده؟ بابا این که همون موقع تقش در اومد. مرحوم ابوی همیشه میفهموندم از بهادر. عرض میکردم بله، میفهموندم باباه به پسرش گفتش که یه هدیه غیر منتظره برات خریدم. پسر خوشحال شد، گفت بابا جون چی؟ بابا گفت اون BMW نوع شیک آلبالویی متالیکو اونور خیابون میبینی؟ پسر گفت آره بابا جونم. بابا گفت یه جفت جوراب برات خریدم همون رنگی. آره دکتر، ظریف تهدید کرده که اگه آمریکا برجام رو ترک کنه نظام اقدامات مقتضی رو انجام میده. چه کار میخواد بکنه؟ کار دست اون نده ای آخر عمری. توی فیلم وسترنی یارو اسبشو بس جلو کافه رفت تو، یه چیزی خورد اومد بیرون دید اسبشو بردن. هفتی رو کشید، یه تیر هوایی انداخت، گفت اگه تا 3 شماره اسبم سر جاش نباشه همون کاریو میکنم که تو تگزاس کردم. تا 3 شمرد، اسبا رو آوردن گذاشتن سر جاش. سوار که شد بره، کافه چی ازش پرسید تو تگزاس چه کار کرده بودی؟ گفت هیچی، اسبمو نیاوردن، مجبور شدم پیاده برم. روشن شد یا چی بذارم که تا 3 شماره پیاده بری واسه شهر بعدی. آیا دکتر، بحران ها بدجوری دارن نظام الهیمون رو جر واجر میکنن. اوضاع خیلی خطریه. کجاشو دیدی؟ یه سوال ساده، دوید مال چه زمانیه؟ مال زمان گذشته ساده. نه خیر، نده. مال زمانی که بحرانا چوب به دست برن سراغ مقام عظما. یعنی کی؟ یعنی همین حالا دیگه. نمیشه که کامل ناامید شد. بالاخره درها که همش بسته نیست. اروپا داریم، چین داریم، روسیه داریم. بذار خیالتو همین اول کار راحت بکنم که دیگه کشکی این طرف اون طرف نچرخی برای خودت اروپا اینا در نیاری واسه من. نگاه کن تا صاف و پوسکنده عین موز همینجوری پوست بکنم بذارم جلوت. 10 تا راه که نیست. یا باید برجامای بعدی رو قبول کنی، همون 2 و 3 و 4 که عظما میگفت الان به سرش اومده. این یعنی اون مشتی که خورده زیر چونه، ستاره ها دارن دور سرت همینجوری میچرخن، به جای اینکه گاردتو ببندی چونه رو بدی جلوتر تا 4 تا دیگه بذاره همونجا. دکتر نگو 4 تا چیه؟ یه به این سومیش هم دکتر نمیرسه. من تو این مسابقه های بوکس دیدم. تو دیدی؟ من خوردم.
شاعر دردآشنا میگه زلیخا گفتن و یوسف شنیدن که خوردن کی بود مانند دیدن. آخ فک مقام عزما به خدا. سب حالا مونده، الان فکر فکشو نکن. این تازه یه ور قضیه است. یه راه میره که از برجام خارج بشی. آخه شما دکتر خیلی ساده میگین بیان بیرون، این که عواقبش خیلی بدتره. چشم بسته غیب گفتیده کی؟ اگه بدتر نبود که خب از اولش عضو پای برجام نمیرفت. عقلت کجا رفته؟ اون وقت الان بعد از سیمان کردن قلب عراق و بای دادن سانتریفوژا برگرده دوباره چه کار بکنه بدبخت. گفتن آی دکتر از قدیم گفتن آب سنگین به جوغ بر نمیگرده. تازه چند وقت یه بارم یه سری تحریم موشکی و حقوق بشری خیر عضوا رو میگیره که ربطی هم به برجام نداره. تازه آی دکتر به نظرم دیگه توضیح ندین، تا همینجا هم بالا تا پایین دارن از نظام میریزن. قربونت برم. هر سخنرانی که عضوا میکنه تازه معلوم میشه که یه سری دیگه ریختن. ما یه فامیل داشتیم فقط خبر مرگ میداد. هر وقت زنگ میزد اول لباس مشکی میپوشیدیم بعد جواب تلفن رو میدادیم. تازه یه سری هم به خاطر همین سخنرانیش میریزن. آخه بدبخت بیچاره حرفی نداره بزنه که مجبوره که آسمون رو برداره ببافه به ریسمون دیگه. درست میگین آقای دکتر. من در مورد حرفای بی ربط خاطره موثق دارم. یه بار مادرم حد زده بود که من سیگار میکشم، اومد داییمو خبر کنه که اونم بیاد منو نصیحت کنه که سیگار نکشم. دایی اومد وضو گرفت، نمازش خوند، ناهار خورد، اومد رو مبل کنار من یه دونه سیب برداشت، گفت دایی جون این سیبو میبینی؟ گفتم آره دایی جون. گفت دیگه سیگار نکش. خب بعد چی شد؟ هیچی، خدا بیامرز بعدش سیگارش روزی 2 پاکت سیگار میکشید. میمردی این مثال رو نمیزدی؟ اصل بدی نداشتم، شور برم داشت، اومدم به بحث کمک کنم، اینطوری سه شد. آره قشنگ معلوم بود که زبونت از عقلت زد جلو. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن باهاتون. عرض میکردم بله میفهموندن مشنگه رب بنزین بزنه. انقدر صف طولانی بود وسط کار یادش رفت که تو صف بنزینه. یه ذره که راه باز شد خوشحال این که ترافیک فرار کرده گازش رو گرفت و رفت. بعد 2 کیلومتر پایینتر سوخت تموم کرد. آره دکتر به جای این دعواهای کشکی که آخر برنامه میکنیم، آره دلم میخواد مثل مجریهای تلویزیون های معروف با یه افه آنتیک ازتون بخوام که با یه مثال بسیجی فهم برنامه این بار، یا بهتر بگم برجام این بار رو این جمعی بزنید. خلاصه بهت بگم نظام هر جاشو که درست بکنی میبینی یه جای دیگهش میلنگه و باد میده و آب ازش میره. حکایت همون مشنگه است که رفت بیرون دید ساعت دستش نیست، رفت آوردش گوشی رو جا گذاشت، گوشی رو آورد پول نیاورده بود، اونم که آورد با خیلی راحت نشست تو تاکسی دید دمپایی پاشه. آیه دکتر قربونت برم گفتم یه جمعی بزن، نگفتم اینجوری رو بالا تا پایین نظام رو بشوری دمپایی بکنی پایین مقام رو